همه حاضران، خانم ها، آقایان، ولادت بزرگمرد تاریخ اسلام ایران جلال الدین محمد رومی بلخی رو به همه تبریک میگم، به همه خوش آمد میگم و عرض میکنم که به عرض بندگی دیر آمدم. دیر، اگر دیر آمدم شیر آمدم. شیر. از دوست بسیار گرامی آقای دکتر مهدی محبتی که دعوت ما را پذیرفتند و عنایت کردند امروز در چنین روز مبارکی از فرمایشات خود شما را بهره مند کنند، باز مجددا به شما خیر مقدم عرض میکنم. انشاءالله زندگی نامه و آثار استاد محبتی رو که یکی از کوچکترین اونها تصحیح و ترجمه رساله قشیریه هست و بقیه را خودتون قیاس کنید که چه بیشتر در نقد ادبی و مسائل کلامی کار کردند و از بیاناتشون استفاده خواهیم کرد. خواهش میکنم. ای خدای پاک بی انباز و یار، دستگیر و جرم ما را درگذار. گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، مصلحی تو ای تو سلطان سخن. کیمیا داری که تبدیلش کنی، گرچه جوی خون بود نیلش کنی. من سلام عرض می کنم خدمت همه حضار محترم، استادان گرامی، و خوشحالم از اینکه روح بلند و پرمعنای مولانا بار دیگر معنویت جویان این خطه رو گرد هم آورده و در روز مبارک مولودش جمع کرده تا در مورد ایشون چند کلامی رو با هم مکالمه و مفاهمه بکنیم. بنا بود که من اون چیکه آقای دکتر امر فرمودند که 2 هفته قبل 1 ساعتی در مورد بایزید از دیدگاه مولانا و شمس صحبت بکنم، ولی برنامه ظاهرا عوض شده و بیشتر از 17-18 دقیقه الان وقت نیست با این برنامه جدید. بنابراین من سعی میکنم که به صورت تلگرافوار و خیلی خلاصه حاصل و مضمون اون سخنرانی اصلی رو به حضار محترم برسونم و امیدوارم که خدا یاری بکنه و بحث شیرینی اگر در لابلاش هست از بین نره و به شما منتقل بشه. لب کلام من در این سخنرانی اینه که آیا مولانا با اون همه شیدایی و شیفتگی که به شمس داشت از نظر فکری و معنوی هم سرسپرده شمس بود یا در حیطه‌های فکری و عقلی شخصیت فکری خودش رو حفظ می‌کرد؟ یعنی آیا دلدادگی و شیدایی شخصیت فردی مولانا را قربانی عشقش کرده بود یا اینکه نه، عشق یک مقوله دیگه بود برای مولانا و اون شیدایی نسبت به شمس؟ و اگرچه به هر حال در مطاوی کلامش بسیار این نکته رو اشاره می‌کرد که وجود شمس خورشید زندگی منه، باعث زندگی من اصلا، و وقتی که اون نیست هیچ چیز نیست، هیچ کس نیست، من نیستم اصلا. گر تو سری قدم شوم، گر بروی عدم شوم، گر تو کفی علم شوم. یعنی مثل کسی که در حقیقت وجودش وابسته به اون علت تامه‌ایه که شمس باشه. آیا با این همه دلدادگی وقتی میخواد بنیادهای فکری خودش رو بگه این سرسپردگی هم باقی میمونه یا مولانایی خودش رو حفظ میکنه در این حیطه؟ این از اون نکته‌هاییه که مغفول مانده در تاریخ ادبیات ما و من میخوام با توجه به یک نکته و اون دیدگاه‌هایی که شمس و مولانا در مورد شخصیت بزرگ و عارف بی‌نظیر تاریخ اسلام به نام بایزید بسطامی دارند بگم که مولوی اگرچه دلداده شمسه اما سرسپرده‌اش نیست و این خیلی مهمه و این خیلی برای شخصیت فرهنگی ما که ما کسی رو دوست داشته باشیم، بمیریم براش، برای دوست داشتنش و بگیم مثلا
مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم، ولی اینقدر تو رو دوست دارم اما اون چی که خودم بهش میرسم برای خودم ارزشمنده. چیزی که در فرهنگ ما کم پیدا میشه، یعنی تفکیک معرفت و محبت. در این تردیدی نیست که مولوی بسیار دلداده بایزید بسطامی است. اگر 4-5 حکایتی که از بایزید در مثنوی آمده مد نظرتون داشته باشید الان، ببینید که بیشترین لقب‌ها و بهترین لقب‌ها رو مولانا نثار بایزید بسطامی میکنه. اون سلطان العارفین، شیخ الاسلام مطلق و کسی که به هر حال آینده رو از روح خودش معنا و معنویت خواهد داد معرفی میکنه. اما همین بایزید با این همه عظمت و بزرگی در مقالات شمس بر مبنای اون چی که استاد دکتر محمد علی موحد تصحیح کردند، شخصیتی دیگری ازش معرفی میشه برای ما. شاید بهتره از همون اول نقطه آغاز برخورد مولوی و شمس مسئله رو مورد توجه قرار بدیم که طبق اکثر تذکره ها و کتاب های تواریخ ادبیات اساساً گره روحی مولوی و شمس بر اثر برخورد با شخصیت بایزید بسطامی شکل میگیره. شما میدونید که مولانا ظاهراً سوار بر استر میشده، میرفته به سمت مکتب خانه و مدرسه خودش و شاگردان هم رکاب مولانا رو غنیمت میشمردن. 300-400 تا طلبه و تلمیذ و دانشجو باش میرفتند و افتخار میکردند که در رکاب مولانا هستند. طبق یک روایت اول بار که شمس مولانا رو میبینه در همین بازار شکرفروشان قونیه است. میخوام بگم از همون آغاز این مسئله برای هر دو یه جورایی معنادار میشه که دو نوع نگاه داریم ما به این شخصیت. شمس به سراغ مولانا میره، داستان مشهوره و افسار استر مولانا رو میگیره، میگه که سوالی دارم، به زبان امروزیش بکنیم خیلی وقت نگیره. مولانا نگاهی به شمس میکنه و به ظاهرش مثلا و اون چی که اگر این قرائن رو نپذیریم که مولانا قبلا شمس رو میشناخته، چون یک نظریه جدید در باب مولانا شناسی اینه که شمس و مولانا قبلا و در دمشق همدیگر رو دیدند و میشناختند و با هم مباحثاتی داشتند. میفرماید که سوالی دارم و میفرماید که بفرما. میگه که شما معتقدی که بایزید بزرگتر یا پیامبر؟ و مولانا طبق یک روایت بیدرنگ میگه که پیامبر کجا، بایزید کجا؟ و شمس بیدرنگ اون سوال دومش رو مطرح میکنه که اگر چنینه پس چرا پیامبر میفرماید که سبحانک ما عرفناک حق معرفتک، ولی بایزید میگوید که سبحانی ما اعظم شأن. معناش مشخصه دیگه که پیامبر میفرماید که خدایا تو پاکتر از اونی که ما تو رو بتونیم بشناسیم و عبادت بکنیم، اما بایزید میگه سبحانی، من چقدر پاک و برجستم و چقدر شأن من بزرگه. بنابر این روایت مولانا بیهوش مدهوش میشه از این دهشت این سوال شمس. همین خط، یعنی همین که مولانا نخستین ضربه رو از سوال شمس بر روح خودش احساس میکنه، در کل مقالات شمس خودش رو نشون میده. یعنی از 36 موردی که بنابر تصحیح مقالات استاد دکتر موحد در مورد بایزید در مقالات شمس مطلب اومده، حدوداً 4 موردش ستایش بایزیده، 5-6 موردش یه جورایی تقریباً قضیه ممتنع، داوری در کار نیست، و 5-6 مورد نقدهای تند بایزید بسطامی است که شمس تبریزی انجام میده و سالهای مردافکنی در مورد بایزید میکنه، چیزی که در تاریخ فرهنگ ما سابقه نداره. این جسارت روحی شمس، این
فردیت منحصر به فردش که سالایی رو مطرح میکنه که تقریبا دیگه کسی جرأت طرحش رو در تاریخ ما نداشته، برای شمس وجهه خاصی رو به وجود آورده که سخت‌ترینش همین جمله سبحانی معظم شأن است. و بعد تقریبا 9 داستان رو مطرح میکنه که همه رو در همه بایزید به گونه‌ای در تیغ تیز زبان شمس مورد نقد و جرح قرار میگیره. از جمله داستان معروف سفر حج بایزید که بایزید داره میره مکه و سگی تشنه رو پیدا میکنه. بعد سگ داره از دنیا میره به خاطر تشنگی. میگن که اگر کسی به این سگ آب بده به اندازه یک حج مقبول براش ثواب مینویسن. بیشترش میکنن تا به 70 حج مقبول آب دادن به این سگ ارزش پیدا میکنه. و بایزید میگه که من این رو میدم، من 70 حجمو میدم، یک پیاله آب برای این سگ آماده بکنیم. آب رو میریزن توی ظرفی، توی تغاری که بخوره. سگ امتناع میکنه از خوردن آب. تو مقالات شمسه. در همین حال بایزید با خودش فکر میکنه که ببین من چه آدم مثلا خوبیم که برای یک سگ رفع تشنگی یک سگ این همه حجم رو از دست دادم. و سگ نمیخوره و به زبان حال به بایزید میگه من اصلا این آب رو نمیخوام بخورم. این غروری که تو رو گرفته، این که فکر میکنه خیلی کار مهمی کردی، تمام اون اعمالت رو. و توبه میکنه بایزید و بعد سگ نگاه ترحم‌آمیزی به بایزید میکنه و بایزید توبه میکنه و آب رو میخوره و در خودش میشکنه که خدایا چرا این غرور منو گرفت. نظیر داستان خربزه خوردن بایزید که خربزه نمیخورد، میگن شمس میگه این بایزید را آرند که خربزه نمیخورد و میگفت که نمیدانم که پیامبر چگونه خربزه میخورده. بعد نقد میکنه شمس که متابعت را صورتی و معنایی است. و نظیر این همراهی پیدا کردن در سفر حج، نظیر اون داستان 7 بدره زری که میده به اون درویش که برگرده به حج دل، تمام داستانهایی که شمس در مورد بایزید مطرح میکنه در واقع یک نوع نگاه انتقادی نسبت به شخصیت بایزید داره، در صورتی که در مولانا در مثنوی تمام نگاه مولانا نسبت به شمس یک نگاه محبت آمیز، ستایش آمیز و دلدادگی است. و اینجا یک نکته‌ای برای نسل جوان امروز، برای کسانی که کار فرهنگی میکنند و همه دوستداران مجلس، و اون اینه که آیا واقعاً مولانا نمیدونست که نگاه شمس نسبت به بایزید انتقادی است؟ اون چه که متن مقالات نشون میده شمس هیچ گونه دلدادگی به بایزید نداره، برخلاف مولانا. چون با مبانی فکری شمس شخصیت بایزید نمیخونه. نه تنها بایزید، شمس حلاج رو هم همین گونه در زیر تیغ نگاهش جراحی میکنه. شمس سنایی رو هم به همین گونه مالشش میده. البته در مورد سنایی نگاه دوگانه‌ای داره شمس. این یک درس برای همه در واقع کسانی که روی آثار مولانا، شخصیت مولانا، فکر مولانا کار میکنن و در خود بنده که یک مرزی بین آنچه که محبوب ما، معشوق ما و اون که به تعبیر خود مولانا فاش بگویم این سخن، شمس من و خدای من، درد من و دوای من، دیگه از این بالاتر که نمیشه گفت. ولی در عین همه این دلدادگی ها، در عین همه این زیبایی هایی که بر روح شمس قائله، مولانا وقتی میخواد قضاوت بکنه در مورد شخصیت های تاریخی و مسائل تاریخی، باز اون لبه ظرف وجودی خودش رو سرریز نمیکنه و نگه میداره تا برای همه بشریت فردا درسی باشه و در واقع در نقد شخصیت ها جنبه دلدادگی خیلی بر جنبه معرفتی تفوق پیدا نکنه. این
درس بزرگ به نظر من مولانا برای انسان معاصر امروزه که همیشه دلدادگی ها منجر به سرسپردگی ها نشه. خیلی متشکرم که گوش دادید. من تشکر میکنم از همه. بسیار ممنون از جناب دکتر محبتی، ولی مقاله ایشون چاپ خواهد شد. این ما خواهش کردیم امروز اون مسئله ترکیه آقای دکتر موحد تش دارن، من به ایشون گفتم، ایشون ترکی کم میدونن، بلنه بیرتی کرد، ایشون لقمه ای دادند از اون مقاله که بایزید از دیدگاه دون ابرمرد به چه ترتیب ارزیابی میشه. انشاءالله مقالش چاپ خواهد شد و همه استفاده خواهیم کرد. خیلی از جناب دکتر محبتی ممنون. این 4-5 سطر از شمس هست. من زمانی قرار بود خدمت استاد موحد حضوراً بخونم، موفق نشدم. الان قضای اون را به جا میارم. شمس میگه که در اونجا، یعنی در تبریز شهر ایشون، کسانی بودند که من کمترین ایشان، که بحر مرا برون انداخته است، همچنان که خاشاک از دریا به گوشه ای افتد، چنینی تا آنها چون باشند. همین گوینده در جای دیگر میگوید، این رو من میگویم خطاب به ایشون، اگر اهل ربع مسکون جمله یک سو باشند و من به سوی، هر مشکلشون که باشد همه را جواب دهم و هیچ نگریزم، از گفتن و سخن نگردانم و از شاخ به شاخ نجهم. اهل این ربع مسکون هر اشکالی که گویند جواب حاضر بیابند از ما، در هرچه ایشان را مشکل است جواب در جواب و قید در قید باشد سخن من. هر یکی سؤال را 10 جواب و حجت، که در هیچ کتابی مستور نباشد به آن لطف و به آن نمک. چنان که مولانا میفرماید که تا با تو آشنا شدم، این کتاب ها در نظرم بی‌ذوق شده است. این زبان حال من هست خدمت ایشون. من خواهش میکنم شما توضیحات این سفرنامه ابن بطوطه رو مطالعه بفرمایید تا اون لطف و نمکی که شمس در کلامش داشته در قلم ایشون ببینید. من از خدا طول عمر با عزت برای این استاد بسیار گرامی آرزو میکنم و تولد مولانا را به ایشون تبریک. سلام عرض می کنم خدمت خانم ها و آقایان عزیز. تشکر می کنم از دوست بسیار عزیزم جناب دکتر سبحانی که همیشه لطف دارم و خب ممکنه که من لایقش نیستم دوستان، به هر حال خیلی ممنونم، خیلی لطف فرمودن، ممنونم، همیشه لطف دارم. روز مولانا را تهنیت عرض می کنم و از جناب دکتر ایوبی که مثل این که تشریف ندارم یاد می کنم از خادم فرهنگی که خیلی به گردن بنده حق داره، حق داشت و حق داره، محمد زهرایی که فکر میکنم چهلم فوتشه. یاد ایشون گرامی باد. اون کتاب هایی از بنده که چاپ کردن واقعا نمونه شاهکاره، به کار هنری اون چیزی که ایشون چاپ کردن، از جمله اون
قصه ها به اون مجموعه باغ سبز که مقالات مربوط به شمس و مولاناست و اون فصوص بله و خواب آشفته نفت، اینا همشون فوق العاده زحمت می‌کشید و یادش گرامی بود. از کارهایی که ایشون کردن از اون باغ سبز، جوانی از شیراز، شاعری از شیراز با اون باغ سبز وقتی چاپ شد یه دفترچه شعری فرستاد و به این باغ سبز اهدا کرده، پشتش نوشته. این ایرج زبردست اسم داره. امروزم به من تلفن کرد به مناسبت همین روز مولانا و از من خواهش کرد که این نسخه ای که برای من فرستاده یه رباعی نوشته، ایشون متخصص رباعیه. ما میدونید قالب های شعری قالب های کهن شعر فارسی، حالا که البته خانم سیمین بهبانی این قالب غزل را جان بخشیده، دوباره راه انداخته و خب امیدوارم که این رباعی هم از قالب‌های شعر با زندگی امروز هم وفق میده که ادامه داشته باشه. این رباعی را ایشون نوشته پشت این دفتری که برای من فرستاده و امروز خواهش کرد که این را بخونم در یه جایی. در ساعت من حکایتی ناپیداست، در ساعت من قطره هزاران دریاست. این عقربه ها که گرد هم میچرخند، انگار یکی شمس و یکی مولاناست. جوان بازوگی است، همه شیرازی ها بازوگن، ولی این جوان رباعی پرداز ما جوان بازوگی است و شاعر معروف منوچهر آتشی هم یه مقدمه نوشته بر همین چند صفحه و دو تا از رباعی هاش را ایشون در این مقدمش آورده. من براتون میخونم. رباعی های قشنگیه. ای صبح نه آبی نه سپیدیم هنوز، در شهر امید ناامیدیم هنوز. دیدی که چه کرد دست شب با من و تو، در باز و به دنبال کلیدیم هنوز. و رباعی دیگرش ما خلوت رخوت زده مردابیم، تصویر سراب تشنگی در آبی. عالم کفنی به وسعت بیخبری است، عالم کفنی به وسعت بیخبری است. ای خواب تو بیداری و ما در خوابی. خب این ادای دین نسبت به اون دوست که از میان ما رفته، به اون دوستی که از شیراز امروز من بنا نداشتم امروز صحبتی بکنم،
جناب دکتر ایوبی چنین پیشنهادی به من کرده بودند، بنده نپذیرفته بودم. حال درستی نداشتم و اون دل و دماغ و اون توان ویژه در خود نمیدیدم که در جمع دوستان به سخن برخیزم. گفتم به مبارکی و میمنت روز مولانا می آیم و در مراسم حضور می یابم، ولی سخنرانی نه. خدا خواست و انگیزه‌ای پدید آمد و خارخاری در دلم راه یافت که پریروز بامداد شنبه به جناب ایشون تلفن کردم، گفتم چشم می آیم و دلم می خواهد چند کلمه‌ای در باب صلح و دوستی، پیام مولانا درباره صلح دوستی به مبارکه این روز با دوستان مطرح. مراسم سالگرد مولانا امسال مصادف و مقارن شده است با ایامی که پیام صلح و دوستی از سوی ایران و به نام ایران در آفاق جهان طنین انداز گشته و ناگوس مهر و محبت و آشتی و صداقت در مناسب ترین و شایسته ترین محل بر فراز مناره مجمع ملل به نوا در آمده. در چنین حال و هوایی من این مراسم فرخنده را با قرائت ابیاتی از مولانا افتتاح می‌کنم. این حدیث منقلب را گور کن، شیر را برعکس صید گور کن. لا تخالفهم حبیبی دارهم یا غریبا نازلا فی دارهم اعتماشاء و رامو ورزهم یا زعینا ساکنن فی ارضهم. موسیا در پیش فرعون زمان نرم باید گفت، قولا لینا. آب اگر در روغن جوشان کنی، دیجدان و دیج را ویران کنی. نرم گو، لکن مگو غیر صواب. وسوسه مفروش در لین الخطاب. گو تو مر جلخواره را که قند به، نرمی فاسد مکن تینش مده. این سر خر در میان قندزار، ای بسا کس را که بنهاده است خار. هنز ما صورتگری و جان ز تو، نه غلط هم این خود و هم آن ز تو. تا زمینی با سماعی بلند، یک دل و یک قبله و یک خو شوند. تفرقه برخیزد و شرک و دویی، وحدت هستند در وجود معنوی. این چند بیت از پایان دفتر 4 مثنوی بود که خدمتتون خوندم و من میخواهم در مضامین اون اندکی تأمل کنیم. مولانا دفتر 4 را با این 4 بیت درخشنده بسیار زیبا خاتمه میدهد. او محک میخواهد
او محک میخواهد، اما اونچنان که نگردد قلبی او زان عیان. آن محک که او نهان دارد صفت، نی محک باشد نه نور معرفت. آینه کو عیب رو دارد نهان، از برای خاطر هر قلتبان. آینه نبود منافق باشد او، اون چنین آینه تا تانی مجو. من در گذشته در لزوم بازخوانی متون کهن با نگرشی نو و به کارگیری روشی مبنی بر نکته‌بینی و بهره‌جویی از ذخایر فرهنگی خودمون ملاحظاتی داشته و مطالبی گفتم که در جاهای مختلف من جمله در چند مقاله از مجموعه دفتر سبز به چاپ رسیده است. محتوای این متون هرچه هست محصول اعصار و ادوار گذشته است و منعکس کننده دریافت‌هایی است و بصیرت‌هایی متعلق به آن دنیا که دیگر وجود ندارد. دنیای ما دنیای دیگری است با شرایط زندگی و محیط، تمایلات و تفکرات حاکم بر آن. مشکلاتی هم که برای ما مطرح است طبعاً از اون نوع که برای گذشتگان ما مطرح بود جداست. پس چگونه میتوانیم گذشته را چراغ راه آینده قرار دهیم و در این دنیای پرشر و شور امروز چه درس‌هایی از بصیرت و حکمت اسلافمان میتوانیم بیاموزیم؟ بخش اعظم توجه ما به متون کهن معطوف به جنبه‌های ادبی و بلاغی آنهاست. مطالعات در این زمینه هم تا چند سال پیش محدود بود به چارچوب قواعد و معیارهای متداول در علوم بلاغی قدیم از معانی و بیان و غیره. فی المثل اگر به بیهقی و وصاف و کلیله و دمنه و مرزبان نامه می پرداختیم، اونها را از لحاظ مختصات نثری که آیا مرسل است یا مصنوع، میزان استفاده لغات عربی در این کتاب یا لغات ترکی، لغات خارجی که در فرض کنید در کلیله و دمنه چقدره، در مرزبان نامه چقدره. معمولا این جور مطالب در ذهن ما بود وقتی نگاه میکردیم اینا را. ایجاد یا اتناب در کلام، فصاحت یا اغلاق در زبان، اینا بود چیزهایی که ما در مطالعه این کتاب‌های قدیمیمون و بحث‌هایی که می‌کردیم، مقاله‌هایی که می‌نوشتیم، در دانشگاه‌ها درس‌هایی که داشتیم، محصور به این ملاحظات، به این نکات بود. در بحث از آثار مولانا، انوری، قطران، امیرمعزی، وطوات، سوزنی سمرقندی نیز قضیه به همین منوال بود. اونها را مطالعه می‌کردیم و مقایسه می‌کردیم بر اساس مقیاس‌های شعری از عروض و قافیه، قوت توصیفات، جزالت کلام و این حرفا که می‌دونید در تمام نوشته‌ها منعکسه. در شعر ستم پیامبرانند هرچند که لا نبی بعدی، اوصاف و قصاید و غزل را فردوسی و انوری و سعدی. از یکی دو دهه پیش
که نسل جدید پژوهشگران ما با مباحث طرح شده در نوشته‌های غربی آشنا گشته‌اند، توجه غالب معطوف شده است به بازخوانی متون از نظر تطبیق آنها با معیارها و تئوری‌های نقد معاصر، که البته کوششی بسیار خوب و در خور تقدیر است. اما مطالعات ما درباره فرض کنیم بیهقی و وصاف نباید در حصار تدقیقات ادبی و هنری محدود بماند، اما از این معیارهای جدید را به کار ببریم یا معیارهای قدیم را به کار ببریم. این چه دو تا کتابی است در تاریخ علم جداگانه است. آیا به لحاظ تاریخ، به لحاظ یک مورخ این آدم چه کار کرده؟ آیا اجتماع اون روز ایران را چجوری توانسته منعکس بکنه؟ افکار، طرز فکرها، اصلا چیزی از اجتماع ایران در نوشته های این منعکس هست یا نیست؟ اون توطئه‌چینی هایی که در اون قشر طبقه حاکمه که بیهقی اینها رو نقاشی میکنه، چقدر ماهرانه و چقدر عالمانه در این باره حرف میزنیم، ولی از اقشار مردم، از مردم خبر نیست. شما بیهقی رو میخونید، تمام آنهای بین این دولت مردها اونجا خیلی عجیب، خیلی خوب زنده در مقابل شما هست، اما از مردمی نیست، مردم خالی است. ببینید مطالعه این متون با این نگرش امروزی، با این نگرش هنوز شروع نشده. بازخوانی این متون با این نگرش که دارم عرض میکنم، یا وقت ما نگاه میکنیم ببینیم که آیا فرض کنید اگر در قرآن کریم کلمه فرض کنیم قریه آمده، ما اون زمان قریه، ما حالا قریه رو میگیم یا روستا، آیا اون زمان روستا بود یا قریه به شهر هم اطلاق میشد؟ به هر آبادی قریه اطلاق میشد. ببین این از نظر مردم اون زبان است که قرآن رو چجوری میفهمیدن. بعدم از نظر منی که امروز زندگی میکنم، من نگاه میکنم، من چه میتونم بیاموزم؟ من در زندگی امروز در قرن 21 که هستم، من چه میتونم بیاموزم؟ این دو تا نگاه، ما اون نگاه را هم باید داشته باشیم، این نگاه را هم باید داشته باشیم. بازخوانی مثنوی نباید در فضای روایت و ساختار قصه ها و چگونگی ارتباط اونها و کاربرد تمثیلات و استعارات امثال آن محصور گردد. نمیگم نباید باشه ها، اون خیلی خوبه، چون الان ما میبینیم بسیاری از این رساله های و پایان نامه ها و مقاله ها و کتاب هایی که من میبینم، خب گفتم به اکتفای فرنگی ها که با معیارهای نقد جدید از این لحاظ دارن، ولی مولانا که همش به هنر شاعری، شاعرانگی مولانا همش مولانا در شاعرانگی خلاصه نمیشه. بله شاعر درجه یک، هیچ بحثی نیست، درجه اوله، ولی از مولانا چیزای دیگرم میشه آموخت. اگر در گذشته هم مقام ما مصروف موشکافی های مرتبط با معانی لغات غریبه، نوادر الفاظ، مآخذ حکایات و قصص و بیان اشارات مثنوی به آیات و احادیث و
امثال و حکم و این حرفا بود. امروزه دقت و تأمل در شاخصه های مهم عرفان مولانا، در این عرفان ایران، در عرفان اسلام مولانا کجا قرار داره، چه محلی داره، چی میگه؟ ببین نگاه و کاربرد پیام او از دیدگاه نیازهای وجود انسان معاصر باید مورد توجه پژوهشگران جوان ما قرار بگیرد. این بحث را البته بحث خیلی مفصلی و مجالی دیگر می طلبد و من اینک در فرصت اندکی که داریم تفسیرگونه از چند بیتی که خدمتتون خوندم میخوام دوربر همون ابیات یه تأملی بکنیم. این حدیث منقلب را گور کن، شیر را برعکس صید گور کن. آری به زور پنجه و بازو در میدان زورآزمایی، گور از پس شیر بر نمی آید. اما به برکت عقل و تدبیر میتوان معادله را معکوس کرد. این حدیث منقلب یعنی تصور این که گور حتما شکار شیر می شود و در مقابل با وی از پا در می آید، این تصور منقلب را در گور فراموشی بسپار. گور می تواند به شرط تدبیر و ملاحظه احتیاط شیر را شکار خود سازد. انقروی از شارحین مثنوی میگوید مراد از حدیث منقلب همین تصور حتمی بودن تسلط شیر است که موجب انقلاب خاطر و تشویش روحی است. به نظر من مراد از منقلب در اینجا مغلوب یعنی معکوس یا مشوش است. چنین تصوری را برای همیشه دفن کن و به خاک بسپار. لا تخالفهم حبیبی دارهم یا غریبا نازلا فی دارهم اعتما شاء و رامو ورزهم یا زعینا ساکنا فی ارضهم. موسیا در پیش فرعون زمان نرم باید گفت، قولا لینا. معنی تحت لفظ اون دو بیت تازی چنین است: ای دوست غریب من که در خانه دیگران فرود آمده ای، یا غریبا نازلا فی دارهم. مدارا پیشه کن و حال که در زمین ایشان سکونت اختیار کرده ای، اون چرا چه میخواهند بده و راضیشون کن. ای موسی در برابر فرعون زمان نرمش ورز و سخن نرم بگو. ببینید مولانا اشاره می کند به این که تو غریبی و در دیار بیگانه منزل کرده ای، در خانه دیگران فرود آمده ای. این سخن را در شرایط امروز کسی درک تواند کرد که مثل این بنده ناچیز تجاربی در ماجراهای بین المللی داشته باشد. دوستان می دانند که حرفه من حقوق بوده و در طی سالیان دراز به اقتضای حرفه در بسیاری از برخوردهای حقوقی ایران با فرعونان زمان، چه بر سر میز مذاکره، چه در جریان دعوا، چه در منزل مصالحه
بودم. معنی حرفی را که مولانا میگوید تو غریبی و به غربت در خانه آنان فرود آمده ای، در دیار آنان منزل گزیده ای، خوب میفهمم این معنی رو. ببینید چارچوب نظامات و روابط حقوق بین الملل در این 2-3 قرن اخیر در غیاب ما توسط غربی ها پیریزی شده و قواعد بازی را هم اونها معین کردند. بازی در زمین اونها و تحت شرایطی که پیشتر به لحاظ زمانی توسط اونها مقرر شده است صورت میگیرد. ببین قواعد حقوقی که ما بحث میکنیم، زبان اونهاست، قواعد اونهاست، بازی در زمین اونها صورت میگیرد. شما قدر بازیگرهاتون، پهلوانایی که به میدان میفرستید بدونی که اینا در چه شرایط سختی عمل میکنن. من بودم و من میدونم. مشکلات و دشواری ها را باید شناخت. اگر میشد که ما خود را از جریان دنیا دور و برکنار نگاه داریم و در انزوای مطلق از اختلاط با آنان بپرهیزیم، شاید زندگی آرامتری داشتیم. اما در شرایط امروز جهان چنین چیزی ممکن نیست. موقعیت ژئوپلیتیک کشور ما چنان است اگر ما دست از خرس باز داریم، خرس دست از ما باز نمی دارد. و چنین است که مولانا امر به مدارا می کند. مدارایی که پیامبر گرامی ما مأمور به آن بود. امرت به مدارات الناس، بعثت علی الشریعة السمحة سهلة السمحا و امرت به مدارات الناس. این که حافظ میگوید با دوستان، با دشمنان مروت، با دوستان مدارا، بزرگترین معجزه پیغمبر در قرآن این میگه و الف بین قلوبهم لو انفقت، اگر تمام ثروت روی زمین را هزینه میکردی در این راه موفق نمیشدی. و این قبایل عربی که به جون هم افتاده بودن اینا متحد گشتند. بعد 2 امپراتوری بزرگی بود مثل روم و ایران، اینا به جون هم افتاده بودن و همجر سوره روم الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض و هم منعکس در زندگی عرب ها و منعکس در قرآن کریم. بعد آمد اینا رو یکی کرد. اینا هر دو در دیگ اسلام ذوب شدن. عربی نماند، ایرانی نماند، رومی نماند، همشون ذوب شدن و شد یک فرهنگ اسلامی درخشانی که این کار اسلام و الف بین قلوبهم، این کار معجزه‌آسا اینه معجزه، این تعلیم. به هر حال مدارا ترک چالش و خشونت است. دامن نزدن به آتش اختلاف است. دوری از کینه‌توزی و آتش افروزی است. نرمش است. موسیا در پیش فرعون زمان نرم باید گفت، قولا لینا. قصه موسی در موارد متعدد از قرآن کریم آمده که یکی از مفصل ترین اونها در سوره طه است. در اونجا آمده است خداوند به موسی فرمود اذهب الی فرعون انه طغی.
قال رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد به ازری و اشرکه فی امری. می‌فرماید برو پیش فرعون که او سر برداشته و طغیان کرده است. موسی گفت خدایا مرا گشاد اندرون بده. رب اشرح لی صدری، و کار بر من آسان گردان و گره از زبانم فرو گشای تا حرفمو بفهمن، یفقهوا قولی. و برادرم هارون را وزیر من گردان تا بازویم بدو قوی‌تر گردد و او را در این مأموریت با من شریک کن. اشرکه فی امری. خداوند درخواست موسی را میپذیرد. در همون سوره طه هست که خطاب میشه به موسی که درخواستت پذیرفته شد. هارون به دستیاری او برگزیده میشه و این بار خطاب در همون سوره به 2 نفره. موسی تنها نیست، خطاب به هر دو، موسی و هارون هر دو تا شد. اذهبا الی فرعون، دوباره اذهبا الی فرعون انه طغی، و دستور کار. و قولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشی. دستور کار این است و او به نرمی سخن گویید. فرعون دعوی خدایی کرده، داری چی میگی تو؟ من از پیش خدا آمدم. خدا چیه؟ خدا هست که میمیرد، زنده میکنه. انا واهی و امید. چی میگی؟ گفت ربی الذی یحیی و یمیت. موسی گفت انا واهی و امید. اصلا جون مردم دست منه، من خواهم. این آدم را مخاطب این آدمه، این آدم را میفرماید نه لعله یتذکر او یخشی. یخشی از عواقب رفتار خودش متنبه بشه یا بترسه که این راهی که داری میری والا بلا به نفع هیچی نیست. دنیا رو دارید کجا میبرید؟ چرا در این آتش افروختید؟ این چه وضعی آخه؟ شما نگاه بکنید افغانستان، نگاه بکنید عراق، نگاه بکنید شمال آفریقا، نگاه بکنید سوریه. چه آتشی است برپا شده. 2 نکته در این دستور الهی هست که مولانا انگشت بر یکی گذاشته. اولی اینه که موسی پیغمبر خدا میگه من نمیتونم، من تنها نمیتونم، برای من کمکی بده. اشدد به ازری و اشرکه فی امری. من شریک بگردون. ما اصلا در عالم دیگری هستیم. ببین من خودم رو به معاونت فهم پشته یکی دیگر نیازمند میبینم. در سوره طه نمیگه نیازت چه بابتی. در یه سوره دیگر، سوره قصصه، در اونجا اشاره است به این که موسی میگه فرعون زبان آورتر از من است. فرعون در هارون زبان آورتر از من است. هارون در سخنگویی، در میدان سخن مسلط تر از من است. هو افصح منی. میگه این، ببینید خب این نشانگر
چی هست؟ نشونگر این که زبان در این مسئله خیلی مهمه. اون که ما امروز میگوییم ادبیات ها، با چه ادبیاتی، با چه زبانی میخوام من حرف بزنم، خیلی مهمه. گاهی اصلا ورای این ادبیات، ورای زبان، اون لحنی که به کار میبریم، اون لحن خیلی مهمه. آب را در روغن جوشان کنی، دیجدان و دیج را بیران کنی. نرم گو لکن مگو غیر صواب. وسوسه مفروش در لین الخطاب. نرمش دو گونه است، نرمش فاسد و نرمش نرمش فاسد آن است که بخواهی طرف رو گول بزنی، صداقت در کارت نباشه، به قول مولانا جلخاره را بگی که بارش الله ته خوب میکنی، چه درد قشنگ، عالی عالی عالی، و هی بخور ببین هی براش بهبه و تحته و تصدیق بکنی، تایید بکنی. این نرمش فاسده. نرمش مصلح اینه که جلخاره را کم کم میگه مزه قند را در دهن این دهنش رو آشنا بکن با مزه قند، بفهمه که آقا جل چیزی نیست، قند هست، قند باید خورد. و یواش یواش این طبعش از جلخواری متنفر میشه و خودش تمایل پیدا میکنه به قند. گو تو مرگ جلخواره را چه قند به، نرمی فاسد مکن تینش مده. من دیگه بیشتر از این واقعا قدرت و نفس ندارم که حرف بزنم. یه غزلی هم میخونم از مولانا و خیلی معذرت میخوام، حالا یه خود امروز از روال خودم خارج شدم. اگر تو نیستی در عاشقی خام، بیا مگریز از یاران بدنام. اگر تو نیستی در عاشقی خام، بیا مگریز از یاران بدنام. تو اون مرغی که میل دانه داری، نباشد در جهان یک دانه بی دام. به قول مولانا جردران با گردن است، قصاب با هم میفروشه دیگه، جردران با گردن است. تو اون مرغی که میل دانه داری، نباشد در جهان یک دانه بی دام. مکن ناموس و با قلاش منشین. ناموس تبختر بخردر، اون که ما امروزا معمولا میگیم به من بر میخوره، مثلا شاید پرستی، شاید ناموس اینه. مکن ناموس و با قلاش بنشین، چه پیش عاشقان چه خاص و چه عام. اگر ناموس راه تو بگیرد، بکش او را و خوش خونش را بیاشا. چه این سودا هزاران ناز دارد، مکن ناز و بکش ناز و بیارام. حریفا اندر آتش صبر میکن، که آتش آب میگردد به ایام.
خیلی ممنونم بیشتر. اگر خواستید توضیحات سفرنامه را نخونید، لطف و نمک رو عنایت کردید در سخنرانی امروز، به کمال بود. توضیحات را نخوندید، یعنی حرف زدن دنبال سخنان استاد موحد یک هم ذوق شما را هم خراب میکنه. اینی که من حرفی نمیزنم. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمتتون. خیلی خوش آمدید. تشکر میکنم از همه شما، به ویژه استاد ارجمند و عزیز جناب استاد موحد، دکتر سبحانی، همکاران دیگر، اساتید دیگر و به ویژه از دوست عزیز و نازنین هنرمند برجسته و نامدار کشورمون جناب آقای کیارستمی. جناب آقای کیارستمی، جناب عالی حتما عذر بنده رو میپذیرید که با تأخیر آمدم، چون شما بهتر از هر کسی میدونی که در سینمای کشور چه خبره و چه وضعی داره و چه مشکلاتی هست. عذرخواهی میکنم از این تأخیر. ما تقریبا 2 سال خورده است که در اینجا یک حلقه انسی داریم به نام ماه گفتار. در کمال آرامش و صفا این جمع می آمدن، می نشستیم هر ماه یک و گاهی هم 2 بار. این ماه گفتار با استاد موحد آغاز شد، جز یکی از جلسات بسیار خوب و پر افتخار کشور ماست واقعا. به هر حال از این جلسه آرام و زندگی خوب گرفتار کار شدید اجرایی شدیم. انشالله که این ماه گفتار ادامه پیدا کنه و ادامه پیدا خواهد کرد. برای امروز خیلی با دوستان فکر کردیم که چه برنامه‌ای رو تدارک ببینیم. سال گذشته نمایشگاه خط و نقاشی و خوشنویسی و برنامه‌های مختلف بود. من خدمت استاد که تازه از سفر آمده بودن تماس گرفتم و گفتم بهترین برنامه و بهترین هدیه برای همه مولانا دوستان و مولانا پژوهان این است که جناب عالی که غیبت چند ماهه داشتید و همه سراغ شما رو میگیرن، یک بار دیگر تشریف بیارید ولو چند دقیقه با ما سخن بگید. فکر میکنم این برنامه به تنهایی کافی بود برای همه علاقمندان مولانا و برای این روز. استاد محبت کردن، پذیرفتن، با اینکه خسته بودن، از سفر طولانی هم آمده بودند و این جمع زیبا و خوب را آفریدن. خدمت جناب آقای کیارستمی تماس گرفتم و عرض کردم چنین برنامه‌ای داریم و میدونم که شما به دلیل مشغله هاتون در کمتر برنامه حضور پیدا میکنید. ایشون فرمودند که به احترام این روز و برای تجلیل از استاد موحد، دکتر سبحانی، کسانی که این مولانا پژوهی رو در این کشور سالیان سال زنده نگه داشتن، استاد موحد که شمس دوران و مولانای دوران ماست، واقعاً فرمودن که تشریف میارن و حضور پیدا میکنن. از حضورشون هم بسیار متشکر هستم. نمیدونم فرصتی هست یا نه، من برای اولین بار یه متن میخوام بخونم. اگر حوصله‌شو دارید بخونم. این متن رو من 6 ماه قبل برای استاد نوشتم. من خوندن متنم خیلی بلد نیستم، حرف یه کمی بلدم بزنم ولی متن خوانی واقعا بلد نیستم، ولی خیلی با حس خوب و حال خوبی نوشته بودم و خیلی هم عجیبه که در این متن بخشیش رو ناخودآگاه مقایسه کردم، سخنرانی‌های استاد رو با فیلم‌های آقای کیارستمی. امیدوارم مقایسه خوبی کرده باشم، امیدوارم این متن خوب باشه. واقعا وقتم نکردم حتی این متن ویرایش کنم، ولی خیلی خوشحالم که فرصتی شد هم استاد تشریف بیارن و هم آقای کیارستمی. اجازه بدید این متن و بخشایشو میخونم، چون به هر حال شغلم معلمی و حرف زدنه، هر جا احساس کردم شما خسته شدید قطعش میکنم و ادامه نمیدم. تقدیم به جناب استاد موحد. عنوانش هم از سلام استاد سلام. سال 1386 در سالن همایش‌های شهر خوی جشنواره‌ای با شکوه افتتاح می‌شد. مردی لاغرندام، بلند قد، صورتی کشیده، چهره‌ای بشاش، با نگاهی نافذ و جذاب، آرام و سراپاگوش
در لابلای جمعیت نشسته بود. چه خوب شد که در نگاه نخست نشناختم. جهل مرکب شجاعت آور است، شجاعانه و پرشور از شمس و مولانا و ضرورت احیای مقبره شمس تبریزی در خوی سخن می‌راندم. از ملاقات شمس و مولانا می‌گفتم هیچ نمی‌دانستم که باغبان باغ سبز راوی قصه ها و احیاگر مقالات شمس نظاره‌گر است. بدون آن جهل شیرین چنان سخنرانی پرشوری به انجام نمی رسید. معمار توانای بارگاه شمس از اینکه میدید که آرزوهای دیرینش به ثمر می نشیند خرسند بود. با حوصله برنامه‌ها را پی می گرفت. آن دیدار یکی از مهمترین رویدادهای زندگیم بود. دیدارهای بعدی به بهانه‌های مختلف انجام شد. به همراه جمعی از دوستان قدیمیش از جمله دکتر مرغاتی که آشنایی با او نیز از برکات شمس تبریزی است به لواسان رفتیم. همشهری شمس از دود و دم و هیاهوی تهران به آسمان آبی و پاک لواسان پناه برده. محمد علی موحد راه درازی را پیموده، آرام و بی سر و صدا با لهجه شیرین آذری نوازش ها کرد و محبت ها. اهل هیاهو نیست، به عنوان بانیان بنیاد شمس شرفیاب شده ایم. میگوید یک مجله، سالی یک مجله درآورید، ولی یک مجله که بماند. مولانا ستایی را رها کنید، مولانا پژوهی جایش خالی است. با هوش و ذکاوتی وصف ناشدنی، اگر شمس نبود مولانایی در کار نبود و اگر محمد علی موحد نبود دستمان از دامان شمس کوتاه بود. اگر موحد نبود چه کسی میدانست که مولانا قصه معروف فیلش را از این جمله شمس تبریزی الهام گرفته که تماشا آن کس را باشد که پیل را تمام دید. آن روزگار شمس تبریزی با قدرت می گفت اگر گفتنی باشد و همه خلق در ریش من درآویزند که نگو بگویم، هر آینه این سخن برسد بدانی که من خواسته باشم، حتی اگر 1000 سال باشد. و بعد از بیش از 800 سال محمد علی موحد رساند این سخن را به آن کس که او خواسته بود. موحد امروز یک پارچه شمس است، صدای اوست. راست میگفت دوست خیلی صمیمیش استاد سبحانی که وقتی محمد علی موحد ابا بردوش میخواند خانه پر است یک سوزن را راه نیست، گویی خود شمس پرنده است که سخن میگوید. و حق دارد دکتر سبحانی که تنها آرزویش این باشد که یک بار مقالات شمس را با صدای محمد علی موحد بشنود. توفیق سبحانی بارها در درس گفتارهای شمس با همه وجودش به جمع مشتاقان گفته که محمد علی موحد می‌بیند، از خودش می‌پرسد، او سر و سری با صاحب مقالات دارد. یکی از دوستان دیرینش سروده‌ای بلند از شمس و بارگاهش سرود. میگوید بعد از این سروده در خواب دید که در جمع اهل دلی سرودش را با حرارت میخواند. از درون جمعیت مردی ژولیده و تندخوی برخاست، جلو آمد و نهیب زد که چرا از محمد علی نگفتی؟ میگفت هراسان برخاست، به یکی از دوستانش یعنی آقای مرغاتی زنگ زد و پرسید محمد علی کیست؟ دوستش پاسخ داد عجب دوست قدیمیت رو نمیشناسی؟ ناصحی سرودش را با ابیاتی در وصف محمد علی موحد کامل کرد تا خیال شمس تبریزی آسوده گردد. درس گفتارهایش دیدنی است. جمع زیادی که از ساعتی زودتر می آیند، همه سالن سکوت مطلق می شود مثل امروز. صدای نفسها رو می شود شنید. موحد از رو می خواند، صدایش آهسته است، کمی خسته است، سنی از او گذشته، اما همین که او آغاز می کند عقربه زمان گویی از تب و تاب می افتد. زمان می ایستد تا او هم گوش جان بسپرد به سخنانی که در زمان نمی گنجد. زن و مرد، استاد و دانشجو، پیر و جوان همه بال و پر می شوند و از هوای غبارآلود و شهر پر می کشند به بالا. دست در دستان شمس و مولانا زمزمه می کنند که ما ز بالاییم و بالا می رویم.
در یک روز خیلی گرم و آلوده تهران جمع زیادی آمده بودند. استاد شروع به سخن کرد. ساعت 16 درس گفتار آغاز شد. به نظرم در پایان تنها نیم ساعت گذشته بود. سخنرانی تمام شده بود. با خود گفتم در این هوای گرم تنها نیم ساعت کافی نیست. به دکتر صبحانی که کنارش نشسته بود اشاره کردم که ادامه دهند. به ساعت اشاره میکرد که وقت تمام است. دوباره به ساعت نگاه کردم. 1 ساعت و نیم از آغاز سخنان استاد گذشته بود، نه نیم ساعت. این حس و حال همه بود. روزگاری که در همین تالار شمس لوریس چکنواریان با چوبک معروفش گروه موسیقیش را رهبری میکرد، جنبه دیگری از شخصیت لطیف یکی از بزرگترین حقوقدانان ایرانی را میدیدم. غرق در موسیقی بود، با همه وجود گروه را همراهی میکرد، با چکنواریان همراه بود، پلک نمیزد. بعد از آن جلسه بارها پیگیری کرد تا با استاد ساعتی را در لواسان خلوت کند. لوریس را غرق محبت کرد، میگفت این آقا همه وجودش موسیقی است. روزی که نمایشگاه خوشنویسی استاد امیرخانی را افتتاح میکرد، پای هر تابلو می ایستاد، رقص قلم را حس میکرد. موحد خط و نقاشی، فیلم و موسیقی را میفهمد. وجودش لطیف است. او یک هنرمند تمام عیار و هنرشناسی ورزیده است. زندگیش تابلوهای زیبایی است از زندگی. هر تابلویی در جای خودش در اوج. حقوقدانی تمام عیار، وکیلی زبردست، استاد حقوقی بی‌نظیر، همسری وفادار، پدری مهربان و پدر بزرگی بیمانند. او همه عمرش در پی گنج بود. شاید روزگاری نفت را مهمترین گنجینه پنهان ایران می‌دانست. درباره نفت مقاله ها و کتاب ها نوشت. به عنوان مشاور حقوقی از حقوق ملت ایران دفاع کرد. اما اینک در سن کمال آرزویش احیای مقبره شمس تبریزی است. مشتی استخوان که شاید دیگر در زیر خاک نیستند. ذره خاک در دل دشت بیکران آذربایجان آن گنجی است که موحد پس از سالها تلاش یافته. او مشتی خاک شمس تبریزی را در دشت‌های بیکران آذربایجان از اقیانوسی از طلای سیاه نهفته در خاک پارسه مهمتر می‌داند. از طلای سیاه گذشته به طلای ناب تمام عیار رسیده. موحد اما چون خود شمس عاشق تبریز است. برای موحد مردم محترمند. برای سخن گفتن با مردم میکوشد. برای هر سخنرانیش ساعتها و روزها خود را در کتابخانه شخصیش در لواسان محبوس می‌کند. شاهدم. جمله جمله را مرور می‌کند. دانسته های یک عمرش را غربال می‌کند. جملات، مثالها و حکایتها همه و همه از صافی‌های گوناگون می‌گذرند و نتیجهش می‌شود درس گفتار و سخنرانی که از هیچ جمله‌اش نمی‌توان گذشت. مقالاتی که ارائه می‌دهد پرده پرده است. پرده نخست معمولاً صحنه آرایی است. دکورها را با هنرمندی می‌چیند. صحنه را زیبا می‌آراید. مخاطب غرق این چینش‌های زیبا می‌شود. آنقدر غرق که اصل موضوع گاهی از یاد می‌رود. پس از پایان چیدمان و صحنه آرایی به هنگام و با شکوه چهره‌های اصلی از راه می‌رسند. شمس تبریزی و مولانا خرامان می‌آیند. همه چیز برای فهم گفتارشان آماده است. دکوپاژها هنرمندانه است. پایان صحنه‌ها زیباست. پرده آخر آغاز ماجرا در ذهن مخاطب است. او که سخن به انجام می‌رساند، ماجراها تازه در ذهن‌های به وجد آمده آغاز می‌گردد. ذهن‌ها درگیر می‌شود. در همه سخنرانی‌هایش دیدم که مخاطبین توان برخاستن ندارند. فرصتی لازم است تا خود را بیابند. مانند کسی که از رویای شیرین برخاسته و برگشتش به زندگی روزمره آسان نیست. سخنرانی‌های با اجازه آقای کیارستمی، من این دیگه جسارت بود، ببخشید. سخنرانی‌های استاد موحد شباهت زیادی به فیلم‌های عباس کیارستمی دارد. در فیلم‌های کیارستمی خبری از جلوه‌های ویژه، جاذبه‌های بصری، دکورهای سنگین، هیجان‌های عجیب و غریب نیست. در اوج روانی و سادگی همه چیز در درون گاه خودروی ساده می‌گذرد، اما مخاطب را در جای خود میخکوب می‌کند. فیلم‌های کیارستمی هم دو بخشی که بر صفحه سینما می‌گذرد، ولی بخش اصلیش با روشن شدن چراغ‌ها در ذهن بینندگان آغاز می‌شود. موحد صدایش مونوتون است. خبری از لطیفه نیست. دست‌هایش بالا و پایین نمی‌شود. آهسته نجوا می‌کند. سخنرانی‌هایش را از رو می‌خواند. از پاورپوینت و مانند آن هم خبری نیست. او به خوبی می‌داند که اینجا چند تا از
فیلم‌های شما رو من اسمشو آوردم. او به خوبی می‌داند که خانه دوست کجاست، دست مخاطبان را می‌گیرد و در خانه دوست به آنها طعم گیلاس را می‌چشاند. با نوشته‌هایش مانند سخنرانی‌هایش زندگی ادامه دارد. فیلم مثل یک عاشق نجمه‌های عاشقانه را مشق شب می‌کند. سخنانش مانند نوشته‌هایش شیرین است. خلاصان که موحد پنجره است به بیرون، روزنه‌ای به بالا، صدای رسای شمس تبریزی است. به گفته شمس احوال عاشق را عاشقان دانند، پس احوال شمس و مولانا را او داند. او به قول شمس هرگز بد نیندیشد، نهیب شمس را شنید که آن را برون انداز و از این پر شو. نیک دانست که آن سو یک رنگ یک صفت، خوش عالمی عالم حق. ندای ملکوتی شمس را به گوش جان شنید که در دل می باید که باز شود. با او که می نشینی از او خبری نیست، مانند شمس که می گفت من کو مرا خبر نیست، اگر مرا بینی سلام برسان. در اندرونش بشارتی هست، سخنش به قول شمس زخم کند چون از بناگوش رها شود. زه کمان که از دهان رها کنی چه عمل کند، الا از بناگوش رها کنی زخم کند. با او که می نشینی از او خبری نیست، اگر او را یافتی سلام برسان. سلام همه مولانا پژوهان، سلام شمس دوستان، سلام انسان گرفتار آمده در زندان خیش، اگر او را یافتی سلام برسان. سلام اهالی تبریز، سلام مردم آذربایجان، سلام همه ایرانیان. سلام استاد، سلام.